حدیثم ساده و کوتاه است، ماجرای یک زن یا چند تا که پا گذاشت به دنیا ماما، همان دکتر آن روزها، با زبانی الکن و با شرم و ترس داد خبر سالم است مادر، فقط بچه است دختر. خانه ناگه بی فروغ شد، گرچه بود صبح سحر، اما خورشید رفت غروب شد. رفت پدر بیرون ز خانه، اهل منزل بی بهانه بر سر هم داد کشیدند. بچه و مادر رنجور بر لبی خنده ندیدند. مامای پیر با غرولند بند ناف را قیچی میزد. مادر بیچاره اما از خجالت جیغ نمیزد. روزها گذشت و ماهها، سالهای سخت و اما دخترک یک نوجوان شد، خواستگارهایش روان شد، تا اینکه بزرگ فامیل برگزید مردی نه اصیل. کسی از دختر نپرسید که تو راضی هستی آیا؟ دخترک همچون بهار بود، بی قرار و استوار بود. روزها گذشت به آنی، کار او شد بچه آری بچه داری. بچه های قد و نیم قد، همگی دختر، اما مرد که نبود راضی و خرسند، چشمش دنبال زنی بود که فقط پسر بزاید. او که حاجی بود و در بند، زن دوم را نکاح کرد. زن اول گریه ها کرد، مگر شوهر اعتنا کرد. روزها گذشت دوباره، زن دوم که بود نازا کرد خراب دوباره حال را. اما هنوز به فکر زن سوم میکشید سرک به هر جا، ولی زندگی ندادش مجال یک زن سوم. یک روز خوب بهاری، مرد خانه رفت به آنی و به جا گذاشت از خود دو زن جوان که پیرند، 6 تا دختر که اسیرند. دو زن جوان که پیرند، 6 تا دختر که اسیرند. سپاس.